وکیلان محترم، وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با تغییر ایلوه به کدکس جنایی کشور مجازات برای تعلیم غیرقانونی دینی را سنگین نمودند. قبلا افرادی که به چنین عمل دست می‌زدند تنها با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد می‌شدند. در قانون مذکور ماده 9 با چنین مضمون ifade می‌یابد: غیرقانونی برای ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه‌های اینترنت اگر این کردار خصوصیت دینی اکستریمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای مأموری برای چنین حقوق ویرانکنی صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین مهلت یا بدون آن جزا داده می‌شود. در جلسه مجلس نمایندگان از آن نگرانی کردند که تمایلی رو آوردن جوانان به تعلیمات غیرقانونی دینی افزایش یافته است. در جلسه امروزه مجلس نمایندگان گفته شد که سنگین نمودن مجازات میتواند گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی را کاهش دهد. همچنین تاکید شد که بیش از 90% آنهایی که به گروه‌های تروریستی اکستریمیستی پیوستند افراد میباشند که در گذشته تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند. هرچند مسئولان دولتی و وکیلان پارلمانی سنگین نمودن مجازات را یک راهی پیشگیری و کاهش یافتن گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی می‌دانند، بعضی کارشناسان بر این شبهه دارند. به نظر برخی همصحبتان ما سبب اساسی چنین روند این بیکاری و نبود آلترناتیو برای به شغل جلب شدن جوانان است. از بس که مردم در آینده خود آنقدر اطمینان سخت ندارند، آنها البته به همین کار دست می‌زنند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها در نزد مؤسسه‌های دولتی امکان پذیر است. طبق اطلاع رسمی دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است.